سلام، چطوری؟ بریم یه ویدیوی جدید بگیریم با لوکیشن متفاوت و یه موضوع متفاوت. احتمالاً خیلی از ماها یه تایمی وارد یه رابطه‌ای شدیم که خیلی زود با یکی اوکی شدیم. مثلا آقا تا از یکی خوشت می اومده، بعد یه هفته باهاش اوکی شدی. اوکی که مثلا آقا مثلا دیگه این رابطه از اون رابطه پایدارا هست و فاوه و نمیدونم. خب بگی دیگه بهتر از این وجود نداره، اصلا دیگه نیست رو کره زمین، در صورتی که هست. در صورتی که هست و اون چون تو فقط خوشت می اومده مثلا همچین فکری در موردش میکردی. مطمئنا برای خیلی همون این قضیه پیش اومده ها. بعد 1 ماه همه چی تغییر میکنه، اون آدم دیگه آدم قبلی نیست، دیر سین میکنه، دیر جواب میده، سرد میشه با حال اصلا و خیلی به تو آسیب بزرگ میرسونه. چون تو فکر میکردی که اون بهترینه، که بهتر از این وجود نداره. قضیه که برای خودم پیش اومده و برای چند تا از آشنا و دوستان همچین اتفاقی پیش اومده و خب خیلی ها نمیدونستم باید چی کار کنم، یا به حال میبینم که نمیتونن کاری انجام بدن. خواستم بیام توضیح بدم که آقا تو وقتی که همچین اتفاقی برات پیش اومد چی کار کنی. اولین کاری که میکنی اینه که خیلی محترمانه هر چی تو دلت هست رو بهش میگی. چرا حالا محترمانه؟ چون که تو شخصیت داری و اونه که بی آدم بی شخصیت، بی لول، ببخشید لاشی بوده. دومین کاری که باید انجام بدی همه عکساشو، همه چتاشو، همه هرچی ازش داری رو پاک کن، نذار چیزی بمونه که فقط بخواد خاطراتش اذیتت کنه. سومین کار اینه که بلاکش کن، چون کسی که لاشی هست و اصلا کلا هیچ راه ارتباطی براش نذار. هیچ راه ارتباطی براش نذار، چون اون اگه آدم بود که اکس نمیشد. بدیش روی 166. این 3 تا کاری که انجام دادی، بعدش به این فکر کن که اون چقدر بی‌لیاقت بوده که لیاقت محبت‌های تو رو نداشته. واقعا اینو راست میگم یه چیزی هم بهت بگم، سعی نکن وقتی وارد رابطه میشی همه صد تو برای یه نفر بذاری. آروم آروم بذار کاملا بشناسیش. وقتی کاملا شناختیش اون موقع خودتو در اختیارش بذار، خودتو نمیدونم محبتتو بیشتر کن، بذار بشناسیش، ببینی لیاقت داره اصلا باش خوب رفتار کنی، ببینی اصلا لیاقت داره که تو بخوای بهش محبت کنی، ببین لیاقت داره که تو به خاطرش ناراحت بشی، به خاطرش هر کاری بکنی. به این نتیجه میرسی که همین محبت ها هست که باعث میشه ازت سوء استفاده بشه، از محبتت سوء استفاده بشه، باعث بشه که تو صدمه ببینی، باعث بشه تو ناراحت بشی، باعث بشه از لحاظ روحی بریزی به هم، ندونی چی کار کنی، ندونی با زندگیت باید چی کار کنی، ندونی من نمیدونم این کاری که میخوای بکنی درسته درست نیست، نتونی به کسی اعتماد کنی بعد اون. خیلی مهمه. فکر میکنی مثلا آقا میگه اون طرف، اون لجنی که تو باش بودی میگه بابا حالا 1 هفته 1-2 روز همون ناراحت میشه باز رو برمیگرده به زندگی عادیش. کی گفته که تو هر لاشی بازی دلت بخواد ببخشید سر آدم در بیاری بعدم بری بگی خب اوکی یادش میره دیگه اونم، ولی واقعا یادش نمیره، باعث میشه که آدم صدمه ببینه. به هر حال همه اینا رو گفتم که بهتون بگم سعی کنید که مراقب خودتون باشید، مراقب مهربونیاتون باشید، مراقب این باشید ببینید کی لیاقت مهربونیاتون رو داره، اصلا کی لیاقت شما رو داره.
و بعد وارد رابطه بشید. و مهمتر از هر چیزی سعی نکنید خیلی زود وارد رابطه بشید. سعی کنید وقتی میخواید با یکی اوکی بشید طرف رو کامل بشناسید، بدونید لیاقتتون رو داره. حتی اگر از یه طرفی هم خیلی خوشتون میاد، خیلی مثلا سعی کردید که باهاش اوکی بشین، آره دیگه. میدونم ویدیویی که امروز گذاشتم خیلی متفاوت بود با همیشه، ولی خب هم دوست داشتم که یه جا ازش باشه این ویدیو، که اگه کسی هم توی قضیه مثل من گیر کرد بدونه چی کار کنه. خواستم که کاری که کردم و در اختیارتون بذارم که کمتر صدمه ببینید، کمتر اذیت بشید به خاطر یادم آشغال. دوستتون دارم. دوست داشتید ساب کنید، کامنت بذارید برام و لایک کنید و سعی میکنم منم کاری که ببینم جالب هست و براتون بذارم. دوستتون دارم. بابای.